سلام زبان آموزان، چگونه که ما و شما شاهد هستیم دیروز 24 ژانویه 2021 کانور با پوریه محاربه داشت و در این محاربه کانور از دست پوریه شکست خورد و امروز ما سخنان بعدی نبرد آنها را تحلیل نموده به انگلیسی خود یک چند کلمه دیگر از کانور و از پوریه علاوه میکنیم. رفتیم. بعد از اونی که محاربه تن به تن پوریه با کانور به اتمام رسید و غالب را معین کردند، برنده از هر دوی ورزشکاران اینترویو گرفت و گوش میکنیم که پوریه و کانور آیزی یکدیگر و آیزی حبیب چی گفتند. رفتیم. Dustin the Diamond Poirier, as you get your revenge against Conor McGregor. Congratulations, epic performance. You got to be on cloud nine, my man. Dustin Diamond Poirier, you got your revenge against Conor McGregor. Congratulations, epic performance. You gotta be on cloud 9. یعنی داستین تو خواستی خود را از کانر گرفتی، تبریک، برآمدی عالی بود، تو باید در آسمان هفتم باشی. از این جمله برنده ما سه کلمه را امروز تحلیل میکنیم دوستان، با شما میآموزیم. یکم کلمه این ریونج است که قصد دیدن که قصدی گرفتن ترجمه میشود. You got your revenge against Conor McGregor. As you get your revenge against Conor McGregor. تو از کانر مگرگر قصدی خود را گرفتی. To get a revenge این قصدی گرفتن است، یعنی قصد گرفتن از کسی است. مثلا He used all his power to get revenge on me. باید تمام قوتش را استفاده می‌برد که از من قصدی گیرد. He used all his power to get revenge on me. کلمه دومی که ما از صحبتی از سوال برنده تحلیل میکنیم این کلمه اپیک است. یعنی اپیک این عالی میشود، بزرگ میشود، قهرمان نمیشود، ترجمه میشود. یعنی اپیک پرفورمنس برآمد قهرمان، برآمد بزرگ، برآمد عالی. مثلا All people talk about the war as this epic battle between civilizations. People talk about the war as this epic battle between civilizations. تمام مردم گپ میزنن اوید این جنگ همچون یک جنگ بزرگ بین تمدن ها. یعنی اپیک این عالی است. وقت شما یگان چیزا میخواید تعریف توصیف کنید، شما میگوید this is epic، این بزرگ است، این عالی است، این بهترین است. و کلمه سیوم on cloud 9. من نمیدونم برای چی اونها cloud 9 میگن، اما ما میدونیم که آسمان هفت قبا دارد و ما حالت خوشبخت ترین خود را میگوییم که ما در آسمان هفتم هستیم و این انالوگی، این عبارت تاجیکی است، یعنی on cloud 9 یعنی در آسمان نهم هم ما در آسمان هفتم بودیم و مقصد این همون است که شما خود را در آسمان هفتم حس میکنید، شما به نهایت خوشبخت هستید و برنده از پوریه میپرسد که you gotta be on cloud 9. یعنی تو باید از خرسندی در آسمان هفتم باشی و شما میتوانید on cloud 9 را استفاده برید وقتی که شما به نهایت خرسندید. مثلا وقتی که شما استیپندیا میبرید در خارج، شما میگوید که I'm on cloud 9 I got my scholarship. یعنی من اسکولارشیپ خود را گرفتم، من به نهایت خرسندم. و گوش میکنم که پوریه چی جواب میدهد. You know, first off I want to say Conor, he's a pro man and nothing but respect. We're 1-1. Maybe we have to do it again. If Khabib's not coming back, me and Conor the two best guys. I think this is a title fight. I'm the champion. You know, first of all I want to say Conor, he's a pro man and nothing but respect. We are 1-1 maybe. We have to do it again. If Khabib's not coming back, me and kind of two best guys, I think this is a title fight and I'm the champion. میدونید پیش از همه میخوام گویم که کانر وای مردی عالی است و چیز جز احترام نیست و ما یک و یک هستیم و ممکن ما یک بار دیگر واخوریم. اگر حبیب برنگردد پس ما دو مرد بزرگیم و فکر میکنم که این جنگ عنوانی بود و من چمپیونم. این کلمه هایی که ما از سخنان پوریه میآموزیم این first of all است، nothing but respect است و title fight. یعنی first of all این ترجمه میشود همچون پیش از همه، اولا، از همه مهم. یعنی وقتی که شما میخواید صحبت خود را آغاز کنید، گپی خود را آغاز کنید، شما اولا میگوید که پیش از همه من میخوام یادداری کنم فلان 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 شخصان را و first of all این پیش از همه ترجمه میشود. مثلا first of all I don't want you to call me Mr. First of all, I don't want you to call me Mr. DuPont or sir. یعنی پیش از همه من میخوام که تو مرا جناب صدا نکنی. I don't want you to call me Mr.
کلمه دیومی که پوریه میگوید این nothing but respect است. Nothing but respect to him. nothing but respect ترجمه شد همچون چیزی بجز احترام، چیزی بجز حرمت. باز این کلمه پوریه رو جیک چند هم در مثال خود میگوید یعنی I have nothing but respect for you Mr. Fogg. I have nothing but respect for you, Mr. Fogg. یعنی من چیزی بجز احترام برای شما قائل نیستم جناب فاگ. یعنی من شما رو به نهایت احترامی سخت میکنم. وقتی که شما اون کس رو میگوید که من شما رو به نهایت احترام میکنم، من شما رو حرمت میکنم، شما گوید که شما میتونید گوید که nothing but respect for you. nothing but respect for you یعنی چیزی بغیر از respect، چیزی بغیر از احترام با شما. و کلمه سیوم که پوری میگوید این title fight است. title fight این صرف کلمه نبردی است، این صرف کلمه جنگی است و اون رو استفاده میبرند وقتی که دو ورزشگر در آن همون آخران گویم زینه نبرد قرار دارند و آنها برای چمپیون شدن می جنگند. یعنی وقتی که کدامی از آنها غالب آمد و چمپیون می شود، یعنی آخران زینه مسابقه یا اینکه فینال میگویم. و این عنوانی جنگ است، یعنی این جنگی عنوانی است، کسی برای تیتول یعنی برای چمپیون شدن می جنگ. مثلا you could have got him a title fight 2 years ago. Hell, he knew that. Could have got him a title fight 2 years ago. Hell, he knew that. یعنی تو میتونستی که 2 سال پیش با او جنگی عنوانی دهی، یعنی 2 سال پیش تو میتونستی که با او یک امکانیتی دهی که باید چمپیون شود و جین زند و این رو میداند. و بعد از آنی که پوریه سخنت رو تمام میکند برنده به نزد کورنر میرود و از اون میپرسد are you telling us that we are going to see you in 2021? Are you telling us that we're going to see you in 2021 in the next few months? یعنی تو با ما گفتنی که ما شما رو در سال 2021 میبینیم. و کورنر میگوید که حتما of course I need activity guys, come on, you know you don't just get away by being inactive in this business and that's the way it is. Of course, I need activity, guys. Come on. You know, you don't get away with being inactive in this business, and that's the way it is. So. بله حتما میگوید من در سال 2021 فعال میشم و من باید فعالتر باشم. میدونید شما با به فعالیتی در این تجارت راهی نمییابید و این کار چنین است، شما باید فعال باشید و فعال بودن رو میطلبد. کلمه هایی که از نطق کورنر ما می‌آموزیم این کلمه اکتیویتی و ایناکتیو میباشد. یعنی اکتیویتی ترجمه میشد همچون فعالیت، همچون آدمی که دائم فعال است، یعنی که فعالیت دائم در فعالیت است. مثلا So you want to use the auditorium to watch a suspended teacher engage in the activity that he was suspended for. یعنی شما میخواهید آدیتور استفاده کنید برای تماشای معلمی که از کار خارج شد برای فعالیتی که اکتیویتی از شبه اون خارج شد. و inactive این غیر فعال، تنبلی یا اینکه به عملی ترجمه می شود، به عملی است. مثلا این انتونیم اکتیویتی است. مثلا I thought he was still inactive. I thought he was still inactive. و سخن آخرانی که کورنر میگوید that's the way it is، یعنی ترجمه می شود همچون این همین خل است، این همین خل کار میکند، این قاعده اش این است. و شما میتونید این عباره استفاده برید وقتی که هم کس از شما اون چیز رو میپرسد و جواب به نهایت دادی است، شما باید گویید که این همین خل است، این خل کار میکند، یا که این از ازل همین خل بود. شما این جمله کورنر رو، این جمله که کورنر در آخر صحبت خود گفت، اون رو میتونید استفاده برید، یعنی that's the way it is. And that's the way it is. So. مثلا زبان آموز have the best videos for learning English. زبان آموز بهترین ویدیو درس‌ها برای آموزش انگلیسی دارد. و در جواب شما میتونید بگید که that's the way it is. And that's the way it is. So. این بود دوستان درس کوتاه با صحبت کورنر و پوریه. و اگر این نمودی درس با شما معقول شد دوستان، پس در کامنت‌ها برای ما نویسید که کدام ستاره ها رو یا کدام صحبت ها رو میخواید ما تحلیل کنیم، با اونها درس تشکیل کنیم. و در کامنت‌ها حتما نویسید که شما طرفدار کی بودید، کورنر یا اینکه پوریه. تو درس‌های دیگر دوستان، بای. Good job, Dustin. You too, man.